ای بابا خسته شدیم از سینگلی، چرا کسی بهمون پا نمیده؟ اصلا با این ماشین دور زدن کار اشتباهیه. نه خیر، ربطی به ماشین نداره، شما بلد نیستین مخ بزنید. خب چجوری باید نخ بزنیم استاد؟ ببینید، برای که دل یه دختر رو به دست بیارید باید بهش توجه کنید. راست میگه، دخترها خیلی پیچیدن، تا جایی که میتونی باید ازشون تعریف کنی. حالا که شما انقدر دستتون تو کاره، بیایید داخل میدون تا ما جوونا هم یاد بگیریم. خب نگاه کن ببین منو داشتید الان چیکار میکنی؟ خانم ببخشید یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ بله بفرمایید. ببخشید شما دماغتون لنزه؟ چی میگی سعید؟ دماغ که لنز میذارن. ولی من فکر میکنم که شما دندوناتون رو مانیفور کردی. چه پسرای بی کلاسی. بابا خودم که بهتر بلد بودم، این پیشونیش زاویه فک داشت.